سلام و خسته نباشید دوستان عزیز و بیننده های محترم. در این ویدیو آموزشی قرار است عجایب هفتگانه مادران را که در ضمیر خود پنهان نموده‌اند بیان کنم. امید که ویدیو مورد پسند شما قرار بگیرد، پس تا آخر ما را بیننده باشید. اول، نیم ساعت نشستن در کنار مادر معادل 6 جلسه با دکتر روانی مجرب است. 2. از نظر علمی مادر هنگام در آغوش گرفتن امواج صمیمی از خود هویدا می کند که باعث می شود شما متفکرتر، پایدارتر و با اطرافیانتان وحدت یابید. 3. مادر تنها موجودی است که در مواقع بدی و بدبختی دارای حزگر پیش بینی کننده است. پس اگر مانع رفتن یا بیرون رفتن شما شد، حتی اگر برای پیاده روی هم باشد، تعجب نکنید. 4. از نظر علمی وقتی مادر دستش را روی محل درد در بدن شما میگذارد بلافاصله شبیه شفا است، حتی درمانگر روانی تان هم است. 5. فقط مادر است که خودش میتواند از شما باج بگیرد، اگرچه هم موضوع ضروری نباشد. 6. مادر میتواند با دعای خود مسیر سرنوشت را نسبت به شما تغییر دهد، اگر خوب باشد آن را بد و یا اگر بد باشد آن را خوب. 7. مادر تنها موجودی است که با ترفند نمیتوان احساس شما را در مقابل خود جعل کند. پس خداوند جل جلاله همه مادران را که در قید حیاتند حفظ و مادران را که وفات کردند بیامرزد. در آخر هم میخوایم یک نکته را برایتان بیان کنم. به نظر من این عجایب هفتگانه مادر از عجایب هفتگانه جهان ارزشمندتر، مهمتر و عالیتر است. اگر پسندیدی هم رسانی کن تا همه فرزندان یک بار دیگر متوجه جایگاه مادران زنده و از دنیا رفته خود شوند. تا ویدیوی دیگر شما را به الله واحد لا شریک